اگر به یاد داشته باشید خالبازار شریفوف، همون که خودش عبدالله محقق کارشناس امور دینی در تاجیکستان معرفی میکنه، یکی از رافضیان دروغگو و یکی از نوکران رژیم جنایتکار ایران هست. جدیداً این سفر رو نشان بده احمد جان، اعلان کرده که همسر رئیس جمهور تاجیکستان باید به عنوان پیشوای زنان مسلمان اعلان بشه. احمد جان اگر بتونی این سفر رو برای یک ثانیه نشون بدی. بله، تشکر میکنم. اعلان کرده که باید ایشون به عنوان پیشوای زنان اسلامی مطرح بشه. این رافضی خبیث در اینجا، من برای اینکه ملت شریف تاجیکستان آگاه بشن از این رافضی‌های خبیث و از این منافقین که به نام کارشناس علوم دینی و نمیدونم حنفی دارن فریب میدن مردم رو، دو هدف داره از این اعلانش. هدف اول این که خودش رو به رئیس جمهور تاجیکستان نزدیک بکنه و پست و مقامی بگیرن و جای پایی برای خودشون باز بکنن تا بتونن اون اهداف پلیدی که دارن در تاجیکستان رو پیاده بکنن و وضعیت تاجیکستان رو مثل عراق و سوریه و یمن و کشورهای دیگه لبنان بگردانن و جنگ شیعه و سنی و مذهبی در اونجا را بندازن. یکی از اهدافشون اینه. ثانیاً یکی دیگر از اهداف این خبیث، این مرتد منافق، توهین به ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها است. اعمال ضد انسانی و ضد اسلامی که در اونجا صورت میگیره رو همه ملت شریف تاجیکستان و همه مسلمان ها میبینن. میخواد با اعلان این مطلب و تاکید این که میگه که همسر رئیس جمهور امام علی رحمانوف را به عزت عایشه تشبیه کرده و باید که ایشون عزیز ما رحمان‌آور را پیشوای زنان اسلامی اعلام بکنه. یعنی چی؟ این رافضی خبیث کینه و عداوت داره به ام المؤمنین عایشه صدیقه، مثل بادارانش که در قم و نجف هستن. به این وسیله میخواد توهین بکنه به ام المؤمنین عایشه صدیقه. در تاجیکستان که اینا تا هنوز به اون حد نرسیدن که بیان لعن علنی بکنن، توهین بکنن، اهانت بکنن، به اون سرحد نرسیدن. منتها با این کار یکی از اهداف این رافضی خبیث این است که توهین بکنه به همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم که زن رحمانوف و همه زنهای جهان بعد از عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها تا قیام قیامت به گرد خاک پای عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نمیارزن. و این رافضی خبیث مانند امام زمانشون که میاد حضرت عایشه را از قبر در میاره و به صلیب میکشه و حد جاری میکنه بر او، همون اعتقادات رافضی هست، همون به شکل دیگه میخوان در تاجیکستان پیاده بکنن. اگر راست میگه، جرأت داره عبدالله محقق بگه که هاشا و کلا که ما نمیپذیریم این رو، نه به عایشه نه به فاطمه زهرا، اما آیا جرأت داره بگه که مانند فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها باید همسر رحمانوف پیشوای زنان مسلمان نامگذاری بشه؟ چرا حضرت عایشه را انتخاب کرده؟ و این دستورش 100% از بادارانش در قم و در تهران گرفته که به این وسیله نام ام المؤمنین محبوبه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در کنار زنی ذکر بشه که همونطوری که گفتم هو و همه زنها بعد از عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها به اندازه گرد خاک پای عایشه صدیقه ارزش ندارن. اما ببینید که این با چه روش های این منافقین در تاجیکستان کار میکنن.
تشکر میکنیم از برادری که این مطلب رو از تاجیکستان برامون فرستاده بود.